مادرم باز مادر بدینم زدم و چشمو میفهمی بدینم زد کلی جراحی اکت دودن شوخی اگر شما پتکه پتکه داری لیباس داری چی چیزی داری همه نقطه به نقطه میبرم ماشین دمی بالا راست خونه و چک یگان سنت تک رجب علی ایبرانی زنم جون او زنم جون السلام مردک آمدین بله اومدم سلامتیت خوبه همه اینجا ای سرگردونی ها مونده کو سلامت باشین بیاید مردک من تیار شدم شما یگان لباسی نرستان پوشین بعد تماشا میرویم خدایا با چی خیلی فهمونم زنم جون دوستی گفت امروز رفتن نمیتونیم برای چی؟ آخه شما گفتین آخری ماه میرویم شما امروز باید معاش گیرین گفتین معاش میگیرم بله معاش ما گرفتم زنم نیکی یک مشکلی شد مادر کم ترک وضع سلامتیش بد شد برای لیچینی کردن برای دارو خریدن پول لازم شد دیگه علاج نداشتم معاش گرفتگی من مادر در بودم خب خیلی خداوند راضی باشه سلامتیمون باشه ماهای آینده یا هفته های آینده انشالله که حتما به تماشا و سیر گشت میریم باز مادرم باز مادر بدینم زدم و چشمو میفهمی بدینم زد تمام زندگی شما برای اوچتون همین یک سومیایی برای اوچتون اما اوچتون بغیر شما دیگه بچه ندارد همه ناز و نوزش در خود ما میکنن اوچه طاقتم تاخشو میفهمی من همین زندگی تا اوچت بیار زندگی که من رفتم اوچت زندگی کردن گیرم اوچت بیار همه قشلاق همه اوچت زندگی تو نره اینجا طاقت هم نمونده است یک ماهی دراز انتظار شو که معاش شو میگیرد یک جا میرویم یک چیز حلال میخوریم یک چیز میخریم این باشد معاش شو میگیرد و چجانش در روان میکنن انتظار کردی که موچت بیار دارم قشلاق هم اینجا زندگی کنم زن زده داماده رحمت گیریم خودم با شکر که همین دامادم بوده این کاری ما بود شدگانی هیچ کار میکردیم این پولی جراحیت دادنم آسان نیست برکه وکی الو اوچه جان السلام سازن اوچه رحمت زنگ زدم گفتم که رحمت بیام به تو به شوهرت نفهمیدم برای چی به شوهرم رحمت دوستان عزیز یک لحظه با دقت خواهران مادران و اپاهای عزیز میرسانم که شرکت فابریک برای شما شرایط خوبی که فراهم آورده که شما میتونید در خانه‌هاتون بخیر چای کبود نوشیده روز به روز ما با ما معاشای خودتون بلند کرده یعنی که معاشای خوب به دست بیارید برای به کار قبول شدن شما نه دیپلم لازمه نه زبان خارجی را دانستن لازمه و نفرایی که در کارخانه‌های دولتی کار میکنید و کارخانه‌های شخصی شما 100% میتونید که با دپاریتلی در شرکت فابریک یعنی که آنلاین کار کنین دانشجو دخترکا رالتون خرکا خونه را غم نتین کار کنین پول به دست بیارین هم خونه را اردام کنین هم شکمبکا سیر شوند برای به کار قبول شدن شما یگان کسی التماس زورا نمیکنین فقط رقم‌های بالای اکران اپای مقصود جان دیرکتور شرکت فابریک واتساپش سخرانی میکنین در واتساپ اپا جانی من مینویسین اپای ما اینال نقطه به نقطه تمام نازکی‌های کارا هر یکی شما را میفهمونه یاد میده و به پول رجیستراتون میکنه برای به کار قبول شدن اپا جانی ما دا مراجعت کنین و رنگین همی اپای ما شما را آینده در یک مدت کوتاه دیرکتور شین یعنی که ستارشی دیرکتور شین زلاتای دیرکتور شین همه کسا می نویسیم شناسای ما هم همین ساعت 5 ساله که کار کرده ایستن مبلغ به دست آورده ایستن بدون بنویسین شما هم صاحب پول شین پیشروی شما این پیشروی ما زنگ زدم گفتم که رحمت بیام به تو به شوهرت نفهمیدم برای چی به شوهرم رحمت چه برای چی برای
پولی جراحی اکتا دادن شوخی اگر شوهرت نمیبود نمیدونم ما چیکار میکردیم. رحمت برای شوهرت که پولی جراحی داد برادرت جراحی کردیم. از چند نفر پرسیدم من پولی افتان نتوانستم. یک بار دیگر از نام من رحمت گو دختر جان. تونی اگر بعد بیا خبر گیر اکتا. باز مادرم باز مادر با دیلم زدم و چشمو میفهمی با دیلم زد. تمام زندگیش ما برای اوچتم همین یک سومیایی برای اوچتم. مردک خب گوش دارم. مردک جون سرگردان نشه. حاضر ایشون اینجا شد 3 دقیقه شد علاقه تاکسی اومدگی پویونده ما تاکسی که کاروان ایکو کلون بور بوتور همه چیزوتا 100% میبره. بازی من شاگرد گفتگی میاد تا پایان سدکه پتکه داری لباس داری چیزی داری همه‌شون نقطه به نقطه میبره ماشین دم میبره راست خونه اوچک یگان سنت تاکسی ما تاکسی را گفتگی میگیرم میبره. مردک جون آچم زنگ زده بودند. من خطای خود را فهمیدم. بخشیش من به هیچ کجا نمیروم. مشکل زنه اول اندیشه گفتم بعد گفتار. من سبب نگفتنم در اوه که تو زنی مایی تو خطی من زندگی میکنی خجالت نشه که من مادری ترا من اکایی ترا پول قرض دادم. خجالت نشه حتی باشی گپوی پس بلند گپ میزنی ها برای همین ایسی پس اول اندیشه کرد من این پولا بگی تاکسیش دادم راست بال نیست برای حرکت خبر بگی من یکون نیم ساعت پس بچه را میبینیم خدا خواهد و بال نیست را میام فهمو؟ رحمت مردک شکر که شما هستید. подписаться و لایک و کامنتری رو فراموش نکنید. رجب علی ایبرانی